بانو منصوریان رو میشناسید؟ بله. خواهران منصوریان. آره. کنم ورزشکارم. ما یک اثر هنری براشون آماده کردیم، خواهیم نظرتون رو بدونیم. عجب چیزیه، شبیه کاراکترهای انیمه شده. یا ابوالفضل چقدر خوشگل. فکرم یه پورتری خیلی معمولیه. واقعا برازنده بانو منصوریان. اصلا توقع نداشتم همچین کار زیبایی با این پردازش خیلی زیبای ایرانی. و اینکه ما این نقاشی و این ویدیو رو می‌خوایم ببریم بهشون هدیه بدیم. اگر جمله‌ای دارید برای این خانم جنگنده ایرانی، شهبانو دمت گرم. این اثرم تقدیم به شما. باعث افتخار زنای ایرانی ان. یه بارم دوم شن. از 100 تا مرد مردتری به خدا. دستتون درد نکنه واقعا بابت این قوی بودن، چون تو این دوره خیلی سخته. این که زنها تحت فشارن تو ایران، خیلی قوانین سختی داره براشون وضع میشه. کمک‌هایی که کردن واقعا تحسین برانگیزه. همه بانوان سرزمینم مثل خانم موفق باشن و همچنین با قدرت ادامه بدن. ان شاءالله که ما هم بتونیم لطفشون رو جبران کنیم. نوبه خودم از طرف آقایون از خانم منصوریان کامل تشکر قدردانی دارم. امیدوارم که از این نقاشی حمایت کنین، چون دخترای سرزمینمون خیلی هنرمندن. براشون آرزوی موفقیت میکنم، بالاخص اونایی که امتیاز آور و کسب مدال میکنن اینو برای این مملکت، واقعا باعث افتخار بنده نوعی هست لاغر.